یه چند مدل گلدون ببینیم. پلیمر، سرامیک، فایبر حلقه طلایی، فایبر معمولی، سرامیک های رنگی، فایبر های ساده، همچنان سرامیک. این فایبر جدیده، زبره، دونه رو میبینی. فایبر مخمل، البته نخرین، شوره میزنه. پلیمر، یکی از به درد نخورترین گلدونه برای گیاه، به خاطر همین زیرشه. هر از 2 ماه گیاه خفه میشه. پلاستیک، انواعش یه خوردم حالا گلخونه به هم ریخته است، باید بار بیاد. سرامیک، همچنان فایبر، همون سفال سرامیک هنوزم آغاز تو گلدونا. اینا همه هست. سفال، پتینه،